فکنی یا تجرد روح یا مثلا پرواز روح برسیم. در مبحث برون فکنی در اصل و اساس کالبد شماست که از بدن خارج میشه و انسان 7 کالبد داره. توی برون فکنی یکی از این کالبدها از بدن خارج میشه. 7 کالبد هم که گفتیم مربوط میشه به 7 چاکرا. فیلمش گذاشتم میتونید نگاه بکنید. و نکته بسیار مهم، اصولی رو که باید رعایت بکنیم برای اینکه شما به یک برون فکنی خوبی برسید، روزانه باید مراقبه 7 چاکرا رو انجام بدید. و مراقبه 7 چاکرا به چه شکله؟ کسانی که مبتدی هستن هر چاکرا یک هفته، مثلا شما یک هفته روی چاکرای ریشه کار می‌کنی، یک هفته خاجی، یک هفته خورشیدی و به همین منوال میری جلو. بعد از اینکه یک هفته ها تموم شد دیگه میای 15 روزه، یعنی یک چاکرا 15 روز روش کار می‌کنی، روزی یک ربع الی 20 دقیقه شما باید روی چاکراهاتون کار کنید. بعد میشه 15 روز دیگه، دو تا 15 روز، یعنی دو دور شما هفت چاکراتو کار می‌کنی. دو تا 15 روزت که تموم شد یعنی چی؟ چاکرای ریشه 15 روز، خاجی 15 روز، همینجور تا میای به چاکرای تاجی میرسی 15 روز. 15 روز فقط مثلا تاجی تموم که شد دوباره از اول، دوباره 15 روز. بعد از اون شما شروع می‌کنی همون هفت چاکرات تو یک روز کار می‌کنی. به نوبت از چاکرای ریشه میای به بالا یا از چاکرای تاجی میای به پایین، هیچ فرقی نمی‌کنه. پس مراقبه هر روزه چاکرای خارجی رو شما باید داشته باشید. یه مورد بعدی خودسازی میشه یا همون تهذیب نفس. ببینید من تو مبحث چاکراها گفتم هر چاکرا به چه اخلاقیات و رفتارهای اصطلاحاً در خودش جا میده و تاثیرگذاره. چه اون اخلاق روی چاکرا چه چاکرا رو اخلاق فرق نمی‌کنه، هر دو یکیه. مثلا شما اگر یک انسانی باشی که غرور داشته باشی، خب اون چاکرا پاکسازی نمیشه و نمیتونی به اون فکنی انجام بدی. اگر انسانی باشی به دیگران توهین می‌کنی، دیگران قضاوت می‌کنی، خشم داری، ظلم می‌کنی، به هر حال یک ادعای عجیب غریبی داری، خب تو هر زمینه‌ای فرقی نمی‌کنه. عمرن اگه بتونی برون فکنی انجام بدی. چرا؟ چون کالبدت سبک نمیشه، اصطلاحاً روح سبک نمیشه. به خاطر همین در نمیاد از توی جسم، جدا نمیشه. خودسازی خیلی مهمه و کسانی که مراقبه انجام میدن هر مراقبه فرق نمی‌کنه. باید آب زیاد بخورن در طول روز. حتما این کارو باید انجام بدن. قبل از مراقبه چاکراهاتون حتما یک لیوان آب بخورید. دمنوش نیلوفر آبی خیلی مهمه. مثلا کسایی که میخوان چاکراهاشون رو پاکسازی کنن و برون فکنی انجام بدن، دمنوش نیلوفر آبی حتما باید بخورید. اونم به این شکل هر دو روز یک بار می‌خورید تا یه 10 روز 20 روز، بعدش میشه هر 3 روز هر 4 روز یک بار باید دمنوش نیلوفر رو بخورید. خواب کافی هم باید داشته باشید. متأسفانه خیلی از دوستان خواب ندارن دیگه، حالا خودمونیم دیگه، 102 شب 3 شب 4 صبح می‌بینی طرف هنوز بیداره. خب این مباحث رو باید رعایت کنید که گفتم: پاکسازی چاکراها، خودسازی، خوردن آب مداوم و خواب مناسب و ورود نکنی به مباحث علوم غریبه، فال، طلسم و جادو، به اینا ورود نکنی، کاری با اینا نداشته باشی. چرا؟ چون سنگینی رو میاره سمتت و وقتی سنگینی بیاد کالبد از جسم جدا نمیشه. اینو واقعیت ترس داره. خب الان خیلیاتون دارین فیلمو نگاه می‌کنین، خیلیاتون انسانای شجاعی هستین، خیلیاتون استرسی هستین، خیلیاتون ترسی رو دارید، خیلی‌ها هم مثلا چطور بگم اصلا از ماورا خوششون نمیاد و جدیداً دوست دارم مثلا ورود کنن یا برون فکنی انجام بدن. خب پس هر کسی توی تمرینات مراقبه‌ای برون فکنی خب تجربه خاص خودشو داره. من چیزایی که کلی هستن که باهاشون مواجه میشین رو بهتون میگم. بریم سر وقت برون فکنی، همون پرواز روح، یعنی در اصل پرواز کالبد نه پرواز روح. ببین برون فکنی دو نوع هست، یکیش آگاهانه است، یکی غیر آگاهانه یا ناآگاهانه. ناآگاهانه‌اش در واقع همون خواب سفید یا خواب شفافم بهش میگن. گاهن رویای صادقه هم جزء برون فکنی ناآگاهانه است و خب خیلیاتون حتما تجربهش کردین. ولی برون فکنی آگاهانه که خیلی سخت‌تره و رسیدن بهش خیلی انرژی میخواد، تمرین میخواد، زمان میخواد. ببینید دوستان، یک نفر شاید 6 ماهه به این نتیجه برسه، یک نفر شاید 5 ساله. همش به خودتون بستگی داره. این که فکر بکنید شما مثلا با خریدن یک کتاب خاصی یا با گوش دادن یک موزیک خاصی میتونی برون فکنی انجام بدی، اصلا به این شکل نیست عزیزان.